رژیم غذایی من یک کمدی تراژیک. آقا من از فردا رژیمم. دیگه خبری از این شکم نیست. فقط سالاد و آب. کی با منه؟ 5 دقیقه بعد منو تو فست فود پیدا می‌کنید. پیتزا خانواده سس اضافه. وجدانم میگه داداش سالاد چی شد؟ میگم سالادش تو سس پنهونه نمیبینی. سیب زمینی سرخ کرده هم که دیگه نگم. یه لقمه میذارم دهنم. چشمم میفته به نوشابه. وجدانم میگه جدی؟ این دیگه چیه؟ میگم این فقط آب گازداره یه کوچولو طعمدار. دوربین زوم میکنه رو شکمم. یه تکونی میخوره. منم با بغض و ناامیدی میگم چرا رژیم جواب نمیده؟ آخه چرا؟ اگه تو هم مثل منی این ویدیو رو لایک کن و برای دوستات بفرست. بیا با هم یه گروه رژیم گیرنده های شکست خورده تشکیل بدیم. شاید اینجوری یکم احساس بهتری پیدا کنیم.